درود بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رادیوی آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم، همراه شما. امروز جمعه 17 اپریل است. برنامه را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. امروز در شهر دوشنبه اجلاسی نخستین اعضای مجلس ملی دایر می شود. قرار است در اجلاسی امروز رئیس مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان انتخاب شود. روز 15 مارس پرزیدنت تاجیکستان با صدور یک فرمان 6 تن از اعضای نوی مجلس ملی تاجیکستان را تعیین کرد. مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان 33 کرسی دارد و 25 عضو آن از سوی وکیلان مجلس‌های محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سوخت و ختلان انتخاب می‌شود. 8 عضو دیگری مجلس را پرزیدنت تعیین می‌کند. ولی حالا رئیس جمهور 6 تن را به این رویخط نو وارد کرده است و معلوم نیست که 2 نفر دیگر کیها خواهند بود. در رویخط نو نامی آزاد رحمان که در دوره قبلی معاون رئیس مجلس بود دیده نمی شود. انتخابات 25 عضوی مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان از طرف وکیلان خلق شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌های کشور روز 27 مارس برگزار شده بود. در رویخط 25 عضو نوی مجلس ملی نامی رئیسان ولایت‌های سوخت و ختلان و بدخشان، رئیسان چندی از شهر و ناحیه‌ها و یا معاونانشان و منصبداران و کارمندان اداره‌های دولتی ثبت شده است. در میان انتخاب شده ها رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه و پسری رئیس جمهور نیز هست که بار اول عضو مجلس ملی می شود. پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان از سال 2000 باز فعال است و از آن زمان تا کنون ریاست آن را محمد سعید عبیدالله بر عهده داشت. اعضای مجلس ملی در 5 سال یک دفعه انتخاب می شوند. حکومت تاجیکستان روز 16 اپریل در یک جلسه فوری گسترش کرونا ویروس در جهان و تاثیر آن بر رشد اقتصادی تاجیکستان را بررسی کرد. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال یگان مورد گرفتاری ساکنان را با کرونا ویروس آشکار نکردند، ولی بسته بودن مرزها، کاهش داد و گرفت و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران به اقتصاد کشور بی تاثیر نیست. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید بجز از موضوع کرونا ویروس، امامعلی رحمان به دادن سبوکی و امتیازهای اندازی و قرضی به صاحبکاران و طبقه های علاهده اهالی و ساحه های آسیب پذیر اقتصاد دستور داده است. سامانه پرزیدنت می نویسد به رهبران ولایت و شهر و ناحیه ها دستور داده است که 40% میدان کشت کارتوشک را زیاد کرده استحصال آرد و روغن را تامین نمایند. این دستور در حال صدا داد که روزهای اخیر ساکنان از بالاروی یکباره نرخ محصولات نیاز اول از جمله کارتوشک شکایت دارند. ساکنان میگویند نرخ 1 کیلو کارتوشک در بازارهای کشور تا به 7-8 سامانی رسیده است. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دلیر شریفوف خبرنگار تاجیک را به 1 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. حکم روز 16 اپریل صادر شد. دادستان برای وی 2 سال و 4 ماه زندان طلب کرده بود. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت دلیر شریفوف فعلا قصد شکایت کردن از روی این حکم را ندارد، هرچند گناهی برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را نمیپذیرد. پیشتر وکیل مدافع از دادرس خواسته بود نفر زیر حمایتش را از تالار دادگاه آزاد کند. مقامات دلیر شریفوف را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی گناهکار میکنند. خود دلیر شریفوف و خانواده‌اش از اول این اتهام را به اساس نامیده و گفتند که او به حیث ژورنالیست مستقل مقاله های انتقادی می نوشت ولی عضو سازمان نبود و با افراطگرایان ارتباط نداشت. عبدالمنان شریفوف پدر دلیر شریفوف روز 16 اپریل پس از اتمام مرافعه گفت آرزو داشت که در این روز فرزندش را در آزادی ببیند، اما دادرس حکم دیگر برآورد. دادستانی کل تاجیکستان گفته بود که در چندین مطلبی نشر شده دلیر شریفوف در رسانه‌های کشور برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را دیدند. دیرتر به این خاطر کتاب او با نام محمد و تروریسم همراه شد. مقامات میگویند در این کتاب دلیر شریفوف از روحانیان اقتباس آورده است که پهن و نشر آثارشان در حدود کشور ممنوع است. خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ینور امسال از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شد. دلیر شریفوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما و یا مفتی تاجیکستان میگوید انتقال جسد فوتیده از کشور
از یگان کشور خارجی به زادگاهش از نگاه دینی و اعتقادی حتمی نیست. مفتی در یک مطلب در سامانه رسمی مرکز اسلامی شورای علمای تاجیکستان گفته است انتقال جسد فوتیده خاصتا در این روزها که چنین حالت بیرون از اراده و توان جامعه می باشد حتمی نیست و بنابراین مهاجران می توانند نماز جنازه میت را در مکان فوتیده‌اش برگزار کرده در قبرستان مسلمانان همانجا دفن کنند. اظهارات عبدالقادرزاده در حالی است که بنابر چاره‌های پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس پروازها به روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان قطع شد و در این روزها مهاجران نمی توانند جسد نزدیکانشان را به زادگاه انتقال دهند. معمولا جسد مهاجران فوتیده توسط هواپیماها به تاجیکستان انتقال داده می شد. ضمناً در شبکه‌های اجتماعی در شب و روز اخیر چند نوار فوت و دفن تاجیکان در روسیه نشر شد که گفته می شود از بیماری کرونا ویروس درگذشتند، اما تا کنون هویت فوتیدگان و سبب رسمی فوت آنها عمیق نیست. فعالان جامعه شهروندی و حامیان حقوق مهاجران در این شب و روز دعوت کرده بودند که توسط ماشین‌های یخداندار بارکشان جسد مهاجران فوتیده به تاجیکستان انتقال داده شود، اما تا کنون این تشبث عملی نشده است. شما برنامه نویدی بامدادی را می‌بینید و حالا برنامه را با خبرها از خارج تاجیکستان ادامه می‌دهیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ یک برنامه فعال نمودن اقتصاد این کشور را پیشنهاد کرد. فعلا با مقصد پیشگیری از توسعه کرونا ویروس تقریبا در تمام گوشه‌های آمریکا کرانتین جاری است و صاحبکاری از حرکت مانده است. در نتیجه 22 میلیون آمریکایی جای کار خود را از دست دادند. به قول دونالد ترامپ در چهارچوب فعال نمودن اقتصاد که چند مرحله را در بر خواهد گرفت، رهبری بردوش والی ایالت‌ها خواهد بود. او گفت کشور به یک بارگی باز نخواهد شد. بعضی ایالت‌ها بروقتر و بعضی‌ها وابسته به تاثیر کرونا ویروس دیرتر اقتصاد را فعال خواهند کرد. به قول دونالد ترامپ حکومت همانا مشورت پاکیزه نگاه داشتن خود از جمله شستن دستان، پاک نگاه داشتن اطراف و پوشیدن نقاب طبی را نظارت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اعلام کرد که تجلیل 75 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی به وقت دیگر گذاشته می شود. این معرکه همه ساله 9 می تجلیل می گردید. با گفته پوتین خطرهای مربوط به وبا هنوز پشت سر نشدند. ما خطرهای ویروس کرونا را رفع می کنیم و آن زمان حتما چاره‌بینی‌های مربوط به پیروزی را تجلیل می کنیم، گفت پوتین. پیشتر از این سازمان‌های وتران‌های نظامی روسیه از پوتین خواسته بودند که معرکه تجلیل از 75 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی را به تأخیر اندازد. تا 16 اپریل تمام منطقه‌های روسیه از ثبت ویروس کرونا خبر دادند. در یک روز اخیر شماره مبتلایان این ویروس در روسیه یک باره 3448 کس زیاد شد. در مجموع در روسیه 27938 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 232 حالت مرگ ثبت شده است. ترکمنستان تصمیم گرفته است که قوه آزمایی‌های فوتبال جمهوری را با اشتراک هواداران فوتبال آغاز نماید. فدراسیون فوتبال ترکمنستان ماه مارس آغاز لیگ فوتبال ترکمنستان را که از 8 دسته عبارت است به تأخیر گذاشته بود. طبق اعلان اخیر 19 اپریل چمپیونات ترکمنستان با قوه آزمایی آلتین اسیری اشخاباد و رقیبش دسته کوپدک آغاز می شود. یک روز بعد از آن 20 اپریل 3 قوه آزمایی های دیگر و همچنان قوه آزمایی های لیگ جوانان این کشور آغاز می گردند. تا کنون ترکمنستان درباره سرایت کرونا ویروس در این جمهوری گزارش نشر نکرده است. این جمهوری در جایهای مختلف پاسگاه ها تشکیل نموده حرکت مردم را محدود و حرارت بدن آنها را چین می کند. پلیس ترکمنستان در نسبت آنهایی که نقاب می پوشند و یا اینکه درباره کرونا ویروس گپ می زنند تعقیب می کند. بر علاوه گفته شده است که محدود نمودن حرکت و پاستگاه ها امکان می دهد مقامات از مردمی کار افتاده پول ستانند. وزارت ورزش ترکمنستان می گوید قرار آغاز قوه آزمایی های فوتبال هواداران این نوع ورزش را و هم خود فوتبال بازان را خوشحال کرده است. بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه با درخواست شما قربی سامانی در برابر اسعار خارجی را یادرس می شویم. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 10 سامانی و 24 درم و 1 یورو به 11 سامانی و 14 درم برابر است. 1000 روبل روسی بنابر قربی امروز 136 سامانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، ما را همراهی کنید.
شما.